سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ اسم شنید تیمی امروز اومدم با یه چیز خیلی عجیبه دیگه توی بازی رد دد ریدمپشن 1. امروز من اسب آتیشی رو توی بازی رد دد ریدمپشن 1 بخش زامبی پیدا کردم. امروز اومدم آموزش گرفتن و سوار شدن بهش رو بهتون نشون بدم و از ویژگیاش هم یه تعریفی هم بکنیم. از لحاظ ظاهر خیلی اسب خوبیه. از لحاظ نقشه این طرف های نقشه است تقریبا بالاتر از غرب نقشه. خب میرسیم به ویژگیاش. ویژگی اولش اینه که در برابر آتیش مقاوم هستش. الان یه مولوتوف که بهش دادم هیچ چین نشد. ببینم چند تا میتونم بهش بزنم. فقط یه چند بعضیتون ممکنه به سمتتون میاد، یکم شاخ و شونه میکشه با آدم، شاخ تو شاخ میشه. انگار اسب هستن برای شما نیست. از لحاظ گوتت و ویژگی های دیگه که بخوام بگم، هنگامی که شما این اسب رو دارید و به یکی از دشمناتون اونو میکوبید، باید میشه که یکیتون آتیش بگیره و اون که نتونه به راهش درست حسابی ادامه بده. الان یه دونه آدم پیدا میکنم، آدم زامبی اینجا گرگ است، گرگ. خب دوستان بذارید که بزنیم و ببینیم که داره آتیش می‌کنه. دوستان لطفا ویدیو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید که ویدیوی بیشتری تو راهه. ممنونم که از من حمایت میکنید تا ویدیوی بیشتر. خدا نگهدار.